خلسله حزب الله، گروه شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی در لبنان که امنیت و اقتصاد و آینده این کشور را گروگان گرفته. دوشنبه خبرگزاری رویترز به نقل 3 مقام امنیتی لبنان و 2 مقام اسرائیلی خبر داد اسرائیل از ارتش لبنان خواسته برای خلسله حزب الله سراغ جستجوهای خانه به خانه برود. 1 ماه و نیم پیش در سالگرد کشته شدن حسن نصرالله دبیرکل تازی حزب الله رسما خلسله این گروه را رد کرد. ما سلاح‌هایمان را تحویل نخواهیم داد و همونطور که شما به ما آموختید ما شما را ترک نخواهیم کرد. یا حسین. روزنامه الاخبار چاپ لندن هفته گذشته خبر داد آمریکا به دولت لبنان برای خلسله حزب الله ضرب الاجل 1 ماهه تعیین کرده و گفته اگر این اتفاق نیفتد اسرائیل بار